تکه های پیکرمان با گیسوان دخترمان. میخواستید چه کار کنید؟ ما زنده ایم مثل امید. این چند روزه را بروید بر کشتن افتخار کنید. شیپور جنگ را زده و یک بار صلح میطلبید. ابلیس زادگان پلید ای بدترین اهل زمین، با ما رسیدگان به یقین پس مایلید قمار کنید. مردم علاج در وطن است، دنیا فقط لب و دهن است. این جنگ تن به تن است. آزادگان کل جهان فکری برای تربیت اقوام بردهدار کنید. این ظلم‌های بی حدشان، افکار تیره و بدشان، آژیرهای ممتدشان، سوراخ‌های گنبدشان، این موشهای شب زده را ای گربه ها شکار کنید.